عرضم به حضورتون که اینجا سیسخت دریاچه نزدیک دریاچه کوکله. اون روبرو باید از اون کوه مسیر پاکوبه رو بریم بالا. پشت این اون حالت دریاچه است. اونم آبگوش گذاشته. بهار روی پیکنیکی باد زیاد بود. یه بچه رودخونه ای هم اینجا هست. سلام، صبح بخیر آقا. چشمه انقدری تا حالا دیده بودین؟ خیلی بزرگه. خیلی بزرگه. بعد جیگر میخواد دستتو توش بکنی، انقدر سرده. ببین چشمه انقدری. ببین اینجا میاد تبدیل میشه به رودخونه. خیلی باصفا بود. دیشب ما اینجا خوابیدیم. خب اومدیم از اون کف بالا. این وسط چه آب باحالی داره میاد. یه حوضچه میدونم میتونم فیلمشو بگیرم یا نه. خیلی بامزه است. آب تگری. منم اینجام، نفس ندارم دیگه. سلام. بعد از 45 دقیقه پیمایش تو کوههای دنای شرقی رسیدیم به دریاچه کوهگل. ولی متاسفانه چون سال آبی قبل بارش ها کافی نبوده، دریاچه خیلی سطحش پایینه. یعنی تقریبا میشه گفت خشک شده. محلی ها میگفتن نرین چون خشکه، اون جذابیت و زیبایی که باید داشته باشه رو ندارین. ولی با این حال وقتی اومدیم اینم خیلی زیباست. این